در ماه مبارک شعبان قرار داریم. به تعبیر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ماه شعبان ماهی است که بسیاری از مردم از آن غافلند، از ارزش آن غافلند. ما در روایت بخاری داریم از حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که می‌فرمایند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم حتی نقول لا یفطر. رسول الله چنان روزه می گرفتن که ما می گفتیم که شاید دیگه افطار نکند، اینقدر زیاد روزه می گرفتن. و بعد و یفطر حتی نقول لا یصوم، و گاهی اوقات روزه نمی گرفتن، ما فکر می کردیم که دیگه هرگز روزه نمی گیرد. فما رأیت، ادامه اش بسیار جالب است، فما رأیت استکمل صیام شهر الا رمضان، من ندیدم که هیچ ماهی را کامل روزه گرفته باشند مگر ماه مبارک رمضان. و ما رأیته اکثر صیاما منه فی شعبان، و بیشتر که کامل روزه گرفته باشد در یک ماه، بیشتر یک ماه را روزه گرفته باشد در غیر از ماه شعبان ما دیگه ندیدیم. یعنی ماه مبارک شعبان را رسول خدا صلی الله علیه و سلم اکثرا روزه می گرفتن. و در روایت مسلم آمده است و کان یصوم شعبان الا قلیلا، رسول خدا شعبان را روزه می گرفت مگر اندکی. و در روایت سنن نسائی آمده است از طریق اسامه رضی الله عنه که می فرمایند که من گفتم یا رسول الله لم ارک تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. یا رسول الله من ندیدم که در دیگه ماها آنقدر روزه بگیرید مانندی که در ماه مبارک شعبان روزه میگیرید یا رسول الله. میدانین رسول خدا چه جواب دادن؟ این همان نقطه است جای شاهد. فرمود ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان، این ماهی است که بسیار مردم از آن غافلند. و هو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین، ماهی است که اعمال در نزد رب العالمین برده می شود، یعنی پرونده و دوسیه اعمالتان پیش رب العالمین برده می شود. فاحب ان یرفع عملی و انا صائم، من دوست دارم در حال اعمال من و دوسیه اعمال من پیش الله برده شود که من روزه دار هستم. بیاین در حال اعمال ما پیش رب العالمین برده شود که ما روزه دار باشیم. گاهی ممکن بعضی ها سوال داشته باشند که در یک حدیث صحیح ما داریم، هرچند که در مورد سندش بعضی از علما صحبت دارند، اذا انتصف الشعبان فلا صیام، یا در روایت دیگه داریم اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، وقتی که شعبان نصف شود به نیمه برسد شما روزه نگیرین. این هم یک روایت است. این روایت با روایتی که الان ما خدمت شما خواندم که پیامبر اکثرا را در ماه مبارک شعبان روزه می گرفتن و کامل روزه می گرفتن، و در این روایت می فرماید که اگر رمضان نصف شود شما دیگر روزه نگیرین. و بسیاری از علما این حدیث را دیدن فتوا میتن که روزه نگیرین. عزیزان این روایت ابو داود و ترمذی است، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هرچند که من میخوام که تطبیق بدهم این احادیث را، هرچند که در شریعت بعد از نیمه ماه شعبان روزه گرفتن منع شده است، اما برای 4 گروه منع نیست. بعد از 15 شعبان آن طرف که ما نزدیک میشویم به سوی رمضان، برای 4 گروه روزه گرفتن منع نیست. اما اینکه چرا رسول خدا منع کرده است؟ به این خاطر که ما بیشتر در وجود خود احساس نشاط بکنیم، قوت حاصل بشود، بدن قوی باشد، نشاط باشد، شوق باشد، با علاقه بیشتر به استقبال ماه مبارک رمضان برویم. به این خاطر پیامبر فرمودند که بعد از نیمه شعبان شما دیگر روزه نگیرین به خاطر استقبال ماه مبارک رمضان. اما برای 4 گروه جایز است که آنها روزه بگیرند. گروه اول، کسانی که در نیمه اول ماه شعبان روزه گرفتن می توانند روزه خود را به درازا بکشانند و ادامه بدهند تا پایان ماه شعبان را هم می توانند روزه بگیرند. و البته علما یک شرط را ماندن، موسفیدای عزیز توجه داشته باشند. علما یک شرط را ماندن که برای کسانی که بعد از نیمه رمضان هم روزه گرفتن جواز دارد و صحیح است که بعد برای ماه مبارک رمضان احساس ضعف نکنند در وجود خود. و گروه دوم، کسانی که عادت دارند هر دوشنبه و پنجشنبه یا یک روز را در میان روزه بگیرند، بعد از نیمه شعبان هم می توانید این روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه بگیرید. گروه سوم، کسانی که روزه ماه رمضان های گذشته برگردنشان قضایی است، برای آنها جواز دارد که قضایی رمضان گذشتهشان را
به جای بیاورن، مشکلی نیست، بعد از نیمه شعبان هم میتوانند این کار بکنن. و اما گروه چهارم کسانی که روزه نذر یک کفاره به گردنشان است، آنها هم میتوانند بعد از نیمه ماه مبارک شعبان روزه بگیرن و هیچ اشکالی ندارد.